سلام به همگی. تا حالا براتون پیش اومده که یه غذای خیلی خوشمزه خوردین ولی بعدش اون حس سنگینی و نفخ آمونتون رو بریده باشه؟ خب امروز میخوایم یه راه حل خونگی و فوق‌العاده ساده رو برای همین مشکل خیلی رایج با هم بررسی کنیم. این حس سنگینی و ناراحتی بعد از غذا خوردن میدونید یه مشکل خیلی آشناست. اما راه حلش میتونه خیلی ساده تر از اون چیزی باشه که فکرش رو میکنید. بیایم ببینیم چطوری میشه با یه روش سنتی و سریع باهاش مقابله کرد. حالا یه سوال، شما هم جزو اون دسته آدم‌هایی هستین که زیاد با این مشکل درگیرن؟ اگه جوابتون مثبته، پس حتما با ما همراه باشین. چون قراره یه راه حل خیلی هدفمند و کاربردی رو با هم ببینیم. خب بریم سراغ اصل مطلب، یعنی راه حل. شاید باورتون نشه ولی کلید حل این مشکل فقط توی 4 ماده طبیعی و ساده است که به احتمال خیلی زیاد همین الان تو آشپزخونه‌تون پیدا میشه. و این هم از 4 ماده اصلی ما: آب، یه تیکه کوچیک زنجبیل تازه که خب همه میدونیم برای کمک به هضم و ضد التهاب بودن معروفه، یه مقدار لیمو که اونم برای گوارش عالیه، و در نهایت نبات که طعمش رو متعادل میکنه. ترکیب همین چند تا چیز ساده معجون فوق‌العاده ما رو میسازه. خیلی خب، حالا چطوری این نوشیدنی شفابخش رو درست کنیم؟ بهتون قول میدم انقدر روش تهیه‌اش ساده است که حسابی تعجب میکنید. مراحلش واقعا راحته. اول یه تیکه زنجبیل رو میندازین توی آب جوش و میذارین چند دقیقه دم بکشه. بعدش لیمو و نبات رو بهش اضافه میکنین. و در آخر فقط کافیه یه هم بزنید تا آماده بشه. به همین سادگی. تا اینجای کار که خیلی ساده بود، درسته؟ اما حالا میرسیم به مهمترین بخش ماجرا. یه نکته خیلی کلیدی که اثر بخشی این نوشیدنی رو چند برابر میکنه. آماده این؟ و این همون نکته طلاییه. ببینید این که چی می نوشید مهمه، ولی مهمتر از اون اینه که کی می نوشید. رمز موفقیت این درمان ساده دقیقاً توی همین زمانبندی دقیقشه. یعنی باید یه فنجون ازش رو درست بعد از هر وعده غذایی میل کنید. پس یادتون باشه کلید اصلی اینه: تداوم. باید این کار رو تبدیل به یه عادت روزانه بکنید. نه فقط وقتی که حس سنگینی دارید، بلکه بعد از هر وعده اصلی. همین تداوم ساده به سیستم گوارشتون کمک میکنه که به مرور زمان به تعادل برسه و شما رو از شر این نفخ خلاص کنه. پس همیشه به یاد داشته باشین گاهی وقتا مؤثرترین راه حل‌ها همون ساده ترین ها هستن. این ترکیب 4 ماده‌ای یه نمونه عالی از همینه. حالا من از شما میپرسم، شما چه درمان‌های خونگی ساده و مؤثر دیگه‌ای رو میشناسین؟